جنگاور توی بدبخت. من انیق نیستم. لبای من هم نیستم خیر. تو یه به خبره چی که؟ کماندیر بخشیش از طرف رسیم. گوش که کماندیر من همین خطه سخت خورمت میکردم. بخشیش زیادو لیکی کماندیر تو دیوونه شده. ایچ خیلی کاره. سقراطا، بارونا، اژدها را، خیالی را همشه ای روی زمین دشمنا را نیست کرد. حالی در بالای قبرشون سبزه برآمده. تو چی ده موی خچس بیده؟ جنگاور او جنگاور همین هجری بیچاره چه جنگاور شده میتونه؟ بم به عقلی تو که عقل من نمیگیره. جنگاور انسان است که دوست ها دشمن ها را نیست کرد. با چی میگی؟ شیرینه رنگی تو نیست پیرخر. بخشش زیاد کماندیر هجری جنگاور نیست. هجری یک آدم عادیه. هجری برادر ما مؤذنه امر معروفه زیبا میکنه. انسان پاکدل لیک جوره او جنگاور نیست. لطفاً کماندیر یا برام کلات کار فرما. جنگاور قهرمانی همه ما و شما. هجری گجوش با جنگاور ماننده. اگر همه هجری جنگاور باشه شوکت ترمیناتوره. هجری یک آدمی هست که مورچه را آزار نمیتید. جنگاور بودن نمیتواند. از تو پرسیدم اگر دیوانه بیخلی پکه کنی بجای گذر. همین را بر وقتر نگفتی؟ یک بیهوده گپ زدیم. همین بدبخت چیزی گفت من هیچی نفهمیدم. برای کجا جدا بشین؟ بله آخر هجری آنقدر آدم های بد را چه خیلت و کوب کرد؟ اینا در کجا؟ چی گپه؟ جنگاوری حقیقی من هستم. تو کی هستی ها؟ آخر چی گپ هست اینجا؟ هجری و کمیسر مراد را دستگیر کرده نمیتوانی کمیسر زبید، چون که جنگاوری حقیقی من هستم. تو باز کی هستی؟ شوکت؟ شوکت جنگاور مایم. اگر ای دستت بیای بقپم. شوکت لعین اگر جنگاور حقیقی تو نباشه دهان بینیت رو میشکنم. فهمیدی؟ مایلا گپ نیست. ایستید جنگاور من. آخر من با تو نگفته بودم که هر روز به قهوه خانه نرویم. از بی ما را دستگیر میکند. سمی بودم در خانه مسلم جانی شاهین میدرویم. بودم سر میکنم شما را. زر میکنم میکشم شما را. میکشم میگویم میکشم. سمی تستر بودم که میجیخم. به خدا میجیخم. یک سویست آخر. یک سویست میگویم به شما. کمیسر یه باچه چی که باید دولت برسنه چه خبود. کمیسر ما خانه مسلم شما رفتیم. ای بدبخت از پشت توش